ادامه اخبار. نوبسته از برافریزی چند روز آخر شاهراه دوشنبه چنوق گشوده بودند. متخصصان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD با استفاده از تکنیک‌های پر اقتدار راه را از برف و ترمه سریع وقت تازه می‌کنند. گزارش همکاران ما. برفریزی شدید و فرامدن ترمه‌ها در مسیر راه دوشنبه چنوق. صرف نظر از این امید حرکت واسطه‌های نقلیات در راه مذکور تامین است. تنها در دوام 2-3 روز اخیر کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی نزدیک 40 ترمه را برطرف نمودند. ما اومده هستیم برف بلند است. خیر آمد به کارمندان ایرس که اما کارمندان شرکت از آن نگرانی میکنند که بعضی رانندگان با اتومبیل‌های بدون تیر پیشبر به راه میبرایند و با این عملشان به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد مینمایند. برای برطرف کردن این حالت ناظران ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی در یکجایگی با کارمندان شرکت در بین رانندگان کارهای فهماندهی را به راه ماندند. حالا هم دیده و دونسته رانندگان نیز هستند که به لوازمات‌های لازمه ضد لغزش و زنجیرها به راه میبرند که این البته بعد دیگر وسایل نقلیات خلل وارد مینماید. خواهش کرده می شود که هنگام به راه برآمدن حالت تکنیکی وسایل نقلیات را پر از نظر گذرانده لوازمات ضد لغزش، زنجیر و دیگر لوازمات را با خود گیرند. در قطعه‌هایی که خوف فرآمدن ترمه بیشتر است، گروه‌های زودعمل نجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نیز فعالیت دارند. خدمت ما شبانه روزی است. در حالت ضروری ما تیاریم به شهروندان کمک خود را رسانیم. فرآمدن ترمه‌ها در نظر داشته شده است و از این لحاظ از رانندگان وسایل نقلیات خواهش کرده می شود که فاصله بین وسایل نقلیات را رعایت نمایند. یادآور می‌شویم که در حال حاضر شرکت دارای بیش از 180 تکنیک و مکانیزم بوده برای برطرف نمودن ترمه‌ها و دیگر آفت‌های طبیعی. باز تکنیک و مکانیزم‌های نوی راهداری به مانند بولدوزر و تریلرهای مخصوص خریداری کرده است.